ژنرال پترویوس طرح ملیشه سازی را نخست در کشور عراق تجربه کرد و در اونجا نتیجه مطلوبی هم به دست آورد. آیا میشه طرحی را که در عراق عملی بوده در افغانستان هم تعمیم داد و از اون نتیجه گرفت؟ ببینید، از لحاظ جغرافیایی افغانستان با عراق تفاوت بسیار زیاد داره و در حین زمان عراق 30 سال جنگ خانگی و داخلی را در اوجه نداشت و خود مردم عراق، حلقات سیاسی عراق، اونا با مشکلاتی که مردم افغانستان دچار هستند با این مشکلات دچار نبودند. ما نمیتونیم نقصه‌ای را که در عراق عملی کردیم و در اوجه نتایج مثبت داشته ما این فکر بکنیم که در افغانستان و با نظر داشته موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک و ژئو استراتژیک که افغانستان داره، عراق در پهلوی خود ایران پاکستان را نداشت ولی افغانستان در پهلوی خود ایران و پاکستان را داره. ولی ایران را داره، البته همسایه ایران است ولی پاکستان را نداره. ما از لحاظ موقعیت جغرافیایی اگر محاسبه بکنیم، ما موقعیت جغرافیایی ما مشکل تر است، بسیار زیاد مشکل تر است نسبت به عراق. سپاسگزار. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم، همچنان با ما باشید. باز هم خوش آمدید. آقای شینواری، با توجه به سخنان ژنرال پترویوس که گفته در جنگ 10 ساله امسال تعیین کننده است، به نظر شما سال پیشرو چگونه سالی برای نبرد در افغانستان خواهد بود؟ آیا موفقیتی در کار خواهد بود برای نیروهای بین المللی و افغان؟ کاملا. ما در علوم نظامی یک مقوله داریم، میگن اگر صلح میخوای آماده جنگ باش. همزمان با سخنان جنرال پترویوس و دیگر آگاهان امور نظامی و سیاسی پیش بینی میکنند که در افغانستان سال 2011 یک سال خونین و یک سالی است که هر کس باید نتیجه نهایی از این جنگ را باید در دست داشته باشد. به عقیده ما سال 2011 سالی است که ما فکر میکنم سرنوشت افغانستان نه بلکه سرنوشت منطقه در جنگ افغانستان نهفته است و به او اساس هر کس که در هیچ جنگ دست بالا داشت شاید امتیازات بالاتر را. ولی در اواسط همین سال ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که نیروهایش را از افغانستان خروج تدریجیش را شروع میکنه. شما چی فکر میکنین؟ اگر خروج تدریجی از افغانستان شروع میشه، این چی تأثیری بر روحیات سربازانی که در حال جنگ هستند خواهد گذاشت و بر روحیات شورشیان و طالبان؟ ببینین، خود اینمی سخنان جنرال پترویوس که میگن که یک سال خونین باشه، از اینمی هویداست که قبل از اینکه نیروهای خارجی و به طور خاص نیروهای امریکایی شروع به عقب نشینی میکنن یا شروع به بازگشت میکنن به وصل جایش‌های دائمی خود، قبل از او من فکر میکنم که شرایط به این آماده خواهد شد که نیروهای افغان با مورال قوی‌تر و با ظرفیت بالاتر بتونن مسئولیت امور را به دوش بگیرن و خواهی نخواهی من فکر میکنم که بالای مورال و روحیات نیروهای افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت، ولی در حدی که گمانه‌زدی میشه که به او حد شاید تاثیرگذار باشه بالای روحیات و مورال قوای مسلح افغانستان، به او حد نخواهد. یعنی شما فکر میکنین یک چنین فرصتی برای ایالات متحده آمریکا مساعد خواهد شد در جولای امسال که نیروهایش را خروج تدریجی را آغاز بکنن؟ اگر ما نظر بندازیم به پروسه صلح و مسائل منطقه‌ای، من فکر میکنم که در این مورد توافقات صورت گرفته و در توافق منطقه و جهان امی بیرون رفت صورت خواهد گرفت. تا 2014 این کار حتمی است صورت میگیره، ولی وضعیت چگونه خواهد شد در افغانستان؟ آیا نیروهای مسلح افغانستان تا او زمان آماده خواهند شد برای به دست گرفتن امنیت افغانستان؟ ببینید، این یک فیصله قاطع نیست تا فعلا. در مورد وزارت دفاع از خود آجندا و پالیسی و استراتژی داره، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به عین شکل، ولی همه تاکید کردن تا 2014 نیروهایشان را از افغانستان بیرون میکشند. ما فکر میکنم که این در حد هست که ببینن که در ابتدا تا سال 2014 یا در بعد از شروع جولای 2011 الی سال 2012 اینا میبینن نتایج بیرون رفت خود را که در منطقه با تعهداتی که منطقه با جهان داده چی تغییرات مثبتی را اینا مشاهده میکنن. بعد از اون من فکر میکنم در سال 2014 و قبل از سال 2014 این مسائل یا این مسائل و این آجنداها روشن خواهد شد که دولت افغانستان، قوای مسلح افغانستان اینجا بحث امنیت نخواد باشه، اینجا تمام سکتورها را در بر میگیره. اینجا کمک های ملکی
کمک‌های اقتصادی، ظرفیت ولی در بخش‌های دیگه همچنان همچنان کمک جامعه بین المللی ادامه پیدا خواهد کرد. بله. فلازا اگر او ادامه پیدا میکنه در سکتورهای دیگه، فلازا اولین شرط از او امنیت است. در صورتی که امنیت نباشه چطور میتونن که در دیگه سکتورها اینا پیشرفت داشته باشن؟ به او اساس من فکر میکنم که از سال 2000 جولای سال 2011 اینا بعد از اینکه بازگشت از افغانستان شروع میکنن، با تعهداتی که با منطقه و جهان دارن و توافقاتی که صورت گرفته، در این مورد نظر به اونمو زمان ارزیابی خواهد شد و تصمیم گیری خواهد شد. حالا در حالی که هنوز یک تعریف دقیق و مشخصی از مخالفین طالبان وجود نداره، آیا مسلح سازی ملیشه‌ها و روستاییان در مناطق مختلف افغانستان وضعیت را بیشتر از پیش از کنترل خارج نخواهد کرد؟ کاملا دقیق است. به خاطر ازی به جای مسلح ساختن روستاییان من فکر میکنم تقویت ظرفیت قوای مسلح افغانستان یک ضرورت مبرم احساس میشه و باید ظرفیت و تجهیزات نظامی دولت قوای مسلح افغانستان باید بالا بره و او چون در داخل یک چوکاٹ هست. ببینید شما دمی سروی که دیروز نشر شد، با وجودی که نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی در چارچوب بسیار منظم کار و فعالیت میکنن، داخل تشکیلات دولت هستند و با همه امکاناتی که فرض مثال جامعه بین المللی برشان مهیا کرده، 60% پلیس و 40% اردوی ملی را به فساد آغشته در امو سروی نشان دادن. فلازا در صورتی که روستایان به شکل غیر مسئولانه، به شکل ازی که از هیچ مرجع منظم تربیت نشن، از هیچ مرجع حکومتی و دولتی اونا قابل بازپرس و تحت کنترل نباشه، چطور میتونه اونا را دولت شما افغانستان کنترل بکنه؟ که جامعه بین المللی میخواهی بار را از شانی خود به شانی دولت افغانستان بگذاره؟ نه، به دولت افغانستان. ما گفتم به دوش روستایان البته. بله. ولی مستقیم به دولت افغانستان برمیگرده بعد عواقب این کار که چگونه میتونه دوباره اینها را خل سلا بسازه و بر یک ریفرم بیارن. کاملا. ببینید شما در سفری که وزیر داخلی افغانستان به ولایت قندوز داشت، اونا همه اربکی ها و ملیشه ها را اوجا ملغا قرار دادن در سفر اخیرشان، شما شاهد بودین. فلحاظا ببینید اینجا موضوعات در بین جامعه بین المللی و دولت افغانستان هم اینجا یک هماهنگی وجود نداره و نتیجه که فرض مثال در ولایت قندوز از اربکی ها و ملیشه سازی و مسلح ساختن روستایا بوده، یک نتیجه مثبت بوده و کاملا مردم از او بیزار بوده و خواست مردم از این اضافتر نبوده. به او اساس وزارت داخلی افغانستان تصمیم گرفت که در رأس از او خود وزیر داخلی افغانستان به ولایت قندوز سفر کرد و در اوجا رسما تمام ملیشه ها و قوات های اربکی که در اوجا بوده اونا را ملغا قرار داد. یک نکته دیگه را که ما میخوایم برای شما ذکر بکنم، این عبارت عزیز است. ببینین اربکی ها یا ملیشه هایی که از اینا از خود تعریف های مشخصی دارن. اربکی ولی جنرال پترویوس کاملا مخالف است با بکار بردن کلمه ملیشه و اربکی در برابر این نیروها. کلمه نامش قدر مهم نیست. نام هر نامی که ما بتیم برش، اگر برای زو هر نامی بتیم، باز هم ملیشه است، باز هم افراد مسئله غیر مسئول هستند و باز امی خود ببینین یک طرف پروسه دایا که ببینین ما جمهوری سلا را پروسهش پیش میبریم، به دیگه طرف پس روستایا را ما مسلح میکنیم. این خودش همین جمهوری اینمی دوباره می جمهوری امی سلا را کی تضمین کرده میتونه و در پهلوی یزو خود امی روستایا را که مسلح میسازی میره کی تضمین کرده میتونه که در آینده بعد از اینکه جنگ ختم میشه در افغانستان، اگر خدا خواسته باشه پروسه صلح در افغانستان تامین میشه، اینا آینده از اینا چی هستن؟ اینا تعلیمات نظامی دیدن یا با سلاح و تفنگ یا شوی باطا میشن؟ باید این هم روشن باشه. ولی تا فعلا واکنش رسمی دولت افغانستان در مورد سخنان آقای پتروس هم به نشر نرسیده. ما انتظار میکشیم که واکنش دولت افغانستان در این مورد چی است. ولی سپاسگزار آقای شنواری از حضور شما در این بحث و از بیننده های عزیز تقاضا میکنم تا بیننده جریان مستقیم اجلاس شورای ملی افغانستان، پارلمان افغانستان باشند که